دوستان عزیز، باز یک چندین چیزا هست که باید بشناسید مردمایمون را. یک چندین چیزا هست برای شما گفته میروم. خب مردمان بخارای شریف ناآدمیت دوست ندارن. یک مثال میارم کوتاه. مثال وقتی کدوم پیره میشنون که مریض است حتما رفته میبینن، حتما یک چیز گرم پخته کرده میرون یا خریده میرون، برای این پول مصرف میکنن. در این باره سختی نمیکنن، نداشته باشن در خونهشون درست کرده میبرن. نیست نمیگویند ببخشید دست خوش آمدم، ببخشید تو مریض هستی، من نمیتونم مردم هستم دیگه چیکار کنیم، ما بیچاره هستیم، این گپو نمیگویند. نیست، این چیز کلا نیست در جای ما، من نشنیدیم و من شنوم که میتونم حساسیت میگیرد. خب یکم نوبت به سالش بزرگا احترام میکنن، یک احترام میکنن، دو احترام میکنن، سه میکنن، چهار میکنن. البته که از اون مریض یا که سالش بزرگ چیزی منتظر نیستن، یگانه آدمگری منتظر هستن که آدمگری پس برگردد. مجبوری نیست دیگه، اما کسانی هستن که مثلا من اینه فقط شاید در بخارا دیده باشم، در اروپا هیچ کس با ندیده. یک کسی از زنگ میزند میپرسد حال احوال، همون کسی که خونش رفته بودی، یا با یک کسی دیگر یک چیزی روا میکند خبرشو میگیرد. یعنی جاده یک طرفه نیستیم ما مردم. اینمی حالت رو مردمانی ما بسیار قوی دست میگیرن و تا هنوز کسی که شنون کدوم کسی مریض شده است یا که حالش خوب نیست، از روی دورم حتی کش کده میبیان خبرش میگیرن و حتما و آدم هم حتما یک روز زنگش میزند یا خبرش میگیرد. ما آدمگری رو جایی یکم میمونیم. کسانی که دیگه آدمگری بن از این دایره آدمگری بیرون شد، دیگه اون آدم حساب نمیشود و با اون آدم کدوم رفت آمد یا رفتار آینده هیچ چیزی معنا ندارد. اینمی چیز مردمانی ما سخت دست گرفتین و فکر میکنم خیلی خوبم کردین. من خوشحال هستم که از این مردم هستم.